قرب دلار چند روز اخیر پی هم پایین می رود. صبح 21 اپریل بعضی از بانک‌های تجارتی کشور قرب $100 آمریکایی را 1045 سومانی معین کردند. هرچند بانک ملی ارزش $100 آمریکایی را 1071 سومانی نشان داده است. خبر به قرب شوی دلار در برابر سومانی برخی ساکنان را خوشحال کرده است. پایان بر فایده خلق و هرچی محصول ارزان‌تر دسترس میکنه. ای بزرگ باشه اگه که نباشه. سودای همین هر مرد سویکارو با دلار همون که ارزان شه محصولات هم ارزان میشه. اما در این میان آنهایی نیز هستند که میگویند پایین روی قرب دلار نمیتواند به نرخ مال و محصولات در تاجیکستان تاثیر داشته باشد. چیزی که قبلا بوده است حاضر همون نرخ یگان تفاوت در نرخ نیامده است. ما هم چیزی را که یک هفته پیش می‌خریدیم ولی همون گوشت هم نرخ است، هم سودا هم نرخ است. اگر دلار بالا رفت جنس بالا میره. پایان اومد بعد نرخ پایان شود. نمیشه پایان. اقتصاددان فاضل جان فتح‌الله‌ایف یک دلیل پایین رفتن قرب دلار را اعلان تعرفه‌های نامید که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ به مال و محصولات چندین کشور جاری کرده است. بیشتر توسط دیده استان که آمریکا سیاست خود را در بازار داخلی خودش عوض کرده است و وارد مال رو با وارد مال بوج‌های اضافی وارد کرده است. از همین سبب همکاری تجارتی رو با آمریکا آهسته آهسته پایان فرورده شده است. بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی هنوز سبب یک بار پایین شدن قرب دلار را در برابر سومانی شرح ندادند. با وجود آنکه مقامات تاجیکستان وضع اسعار خارجی را به تقویت پول ملی نیز ربط می‌دهند، به صورت عموم بازار پول تاجیکستان به قرب روبل روسیه، دلار آمریکا و یوان چین بستگی زیاد دارد.